عزیزی من، شما مرا پزمور شدید. من هم شما رو خیلی و خیلی پزمور شدم. امروز من از یک سبزواتی خیلی فایده‌ناک، یک معجزه زیبای و عجیب را آماده میکنم. خیلی خوب، من هم تیار هستم. آغاز میکنیم. با دقت تماشا کنید. امروز به ما لازم می شود یک دانه کدوچه، دانه های مرچ، سبزی، چوبچه های مخصوص. اکنون آغاز میکنیم. اساس عملمون را از کدوچه آغاز میکنیم. از مادرم خواهش نمودم که یک طرف کدو را به من بریده دهد. با همین طرز شما هم می توانید یک طرف کدو را همین طرز برید. اگر شما بریده نتوانید، از مادرتان خواهش نمایید که به شما کدو را بریده دهد. اکنون به کارمان شروع میکنیم. کدو را این طرز میگذاریم. من باز از مادرم خواهش نمودم که به من سبزی را تازه کرده با چنین طرز آماده کنند. شما هم سبزی را تازه کرده دایره شکل نمایید. اکنون ما سبزی را گرفته و اساس عملمون میچسبانیم. البته برای چسباندن به ما چوبچه‌های مخصوص لازم می شود. با دقت تماشا کنید. خیلی عجیب است. از چوبچه‌های مخصوص آغاز میکنیم. یک دانه چوبچه را گرفته به سبزی میچسبانیم. همین طرز. اکنون آن را به اساس عملمون میچسبانیم. با دقت تماشا کنید. خیلی نازک است. احتیاط کنید که چوبچه‌تان نشکند. همین طرز. اکنون میگذاریم به دیگرش. اکنون طرف دیگرش رو میچسبانیم. مادرم با من سوراخی چشم را آماده کرده است. انا بینید با همین طرز سوراخی چشم ها را آماده کردن ممکن است. سوراخی چشم ها را می توانیم از دانه های مرچ آماده نماییم. همین طرز. اینش نقش بینی چرا میبازد. اکنون تخت پشتش را آماده میکنیم. برای این با ما لازم می شود پاره های سبزی. سبزی ها را با چوبچه های مخصوص و اساس عملمون می چسبانیم. همیشه هر یک کس می تواند از فانتزی خود آماده نماید. شما هم می توانید از دیگر سبزیجات استفاده نمایید. نگفته نمانم که تخت پشت آن را با همین طرز آرا دهید. دهانش را اینچنین تازه کردن ممکن است.
شما می توانید از پارچه سبزی دهانش را انمیخت آماده نمایید. عمل امروزه ما با چی مانند شد؟ با فکر من با سنگ پوست مانند شد. شما هم می توانید از کدو معجزه‌های زیاد آماده نمایید. عمل ما با انجام رسید. من مادرم را خواهش میکنم که آن را به تفتان گذاشته بپزد. باوری دارم که این خوراک به شما هم پسند میآید. من کدو را خیلی دوست می‌دارم. برای شما یک شیرچه می‌گویم. من کدوی خیلونم، کوزه بی‌بهایم، رنگم زردی آفتابی، نه سرخم و گلابی. اما چی با مامانم، اصلی اشتها منم. دوستانی عزیز، سبزی هم سبزیجاتی خیلی فایده‌ناک است. توصیه می‌دهم که آن را زود استفاده برید. اگر سبزی را استعمال کنید خیلی قوی و بردم می‌شوید. اکنون من درباره سبزی هم یک شیرچه می‌دانم. بگویم برایتان یا اینکه نه؟ خوب مالش میگویم. من سبزی قدراس با پستکاش در اراز. اگر خواهی هم نبزی می سبزی. دوستانی عزیز، من درباره کدو یک معلومات میدیم. خیلی مفید است. خوب گوش کنید. کدو نوع‌های گوناگون دارد. نوعی آن را از رنگ و پوستش معین می‌کنند. کدوها سبز، سرخ، زرد می‌شوند. استعمال کدو به ارگانیسم آدم خاصیت‌های خاصی خود را دارد. خیلی غذای خوش‌طعم و خوشبوی است. طعم شیرین و گوارا دارد. آن را در آشخانه‌ها همچون غذای سبک و میزبان پیشنهاد می‌کنند. از کدو شربت، خورش و هر گونه خوراک‌های گرم و لذیذ آماده می‌کنند. در اروپا کدو را ملکه دسترخوان می‌نامند، چون که آن خیلی شکل زیبا دارد. خصلت‌های شفابخش نیز دارد. در ترکیب 100 گرم کدو 92% آب، 1 گرم سفیده، 1 گرم روغن و 4.5 گرم کربوهیدرات‌ها موجودند. بر بدن آب می‌تواند گره‌های عضوهای داخلی بدن را می‌کشاید، درون را ملایم می‌گرداند، بیماری زرد پروین را شفا می‌بخشد. اینچنین کدو از ویتامین‌های A، گروه B و C بوی است. کدو همچون غذا کم قوت میباشد و از معده به زودی هضم می‌شود. دوستانی عزیز، این بود برنامه امروزه ما. در برنامه‌های آینده من کوشش میکنم که بسیار معجزه‌های خیلی زیبا و عجیب را آماده نمایم. خیر تا برنامه‌های آینده در برنامه نوشین.